ربات میان زباله‌ها میگرده و یک چشم‌بند خفن پیدا میکنه. وقتی پوشیدهش اندازش بود، پس یک راست داخل جعبه گنجش گذاشت. این انگشتر الماس زیاست. حیف انگشتایش خیلی کلفتند و دستش نمیره. الماسو انداخت دور و فقط جعبه رو نگه داشت. اسمش والیه. آخرین ربات زباله جمع کنه زمین. 700 ساله که تنها روی این سیاره زندگی میکنه. کارش ساده است. زباله‌ها رو میریزه توش و با قدرت فشردهشون میکنه. ناگهان مکعب کوچکی خارج میشه. او آنها رو زمین چید. برجای صدها متری میسازه. 700 سال کارش همین است. با غروب خورشید کارش تمام میشود. خانه که میرسه اول کفشاش رو در میارد. بعد چیزایی رو که آن روز جمع کرده با زیبایی میچینه. خونش پر از یافته‌های انسان‌هاست. اما این وسیله قاشق چنگالیه نمیداند کجا بگذاردش. وسط گذاشتش. چیزی که والی از همه بیشتر دوست دارد همون یه موزیکالیه که 700 سال تماشا میکنه. وقتی زوجه روی نمایشگر آوازخوان دست هم رو میگیرن، او هم دستایش رو در هم گره میزند. او به توانایی انسان‌ها در عشق ورزی حسادت میکند. غم انگیز این که در این زمین خالی تنها همراهش سوسکی است که حیوان خانگی اوست. موقع خواب توی جعبش جمع میشه. پشتش تخت خوابش میشه. توی 700 سالگی هم هنوز بچه است. برای خوابیدن باید تکون بخورد، ولی صبح‌ها بی انرژی و خوابالود است، اما با 53 دقیقه آفتاب گرفتن کاملا شارژ می شود. سال 2750 میلادی استخراج بی‌رویه و آلودگی جو رو نابود کرده و انسان‌ها به فضا کوچ کردند. اما اونا کلی ربات زباله جمع کن جا گذاشتن تا شاید سیاره رو آباد کنن. اما نقشه شکست خورد. 700 سال به سرعت گذشت و فقط یه ربات ماند، والی. پس از قرن‌ها تنهایی او به خودآگاهی دست یافت. اما او همچنان مطیع دستورات انسان است. 700 سال هیچ حیاتی روی زمین نبود تا اینکه یه روز والی یک گیاه کوچیک سبز پیدا میکنه. این اولین گیاهی است که میبیند. میداند برای ماندگاری خاک میخواهد. پس آن را در جعبه‌اش گذاشته و به خانه میبرد. ناگهان نقطه قرمز میبیند. با کنجکاوی به دنبال آن میره. علت ظهور نقاط قرمز در اطرافش رو نمیفهمه. جمع میشن و زمین میلرزه. سفینه فرود میآید. والی میگریزد، اما در محاصره آتش با کندن گودالی پنهان میشه. وقتی برمیگردد سفینه عظیم بالای سرش نشسته است. شیئی تخم مرغی بیرون میغلطد. والی سریع پنهان میشود. اون تخم مرغ در اصل ربات است. زیباترین ربات عمرش. پیش از سلام سفینه باز روشن شد. گودال دیگری کنده و قایم میشه. گویا سفینه تحویلش داد. اون مدام منطقه رو اسکن میکنه. پی چیزی و میپره. والی فوراً حسادت میکنه. بدن زنگ زده و قرازش همیشه خراب میشه. زیاد میبیند و حواس پرت میشود. بعد به سنگی میخوره و از ترس میلرزه. سوسک کناری هم به ربات جدید کنجکاو است. آرام به سمتش میخزد. والی سر تکاند. میخواهد مانع شود، اما خیلی دیر شده.